مباحثی که در پیش خواهیم داشت درباره تربیت دینی است و شروع صحبتمون از بدفهمی هایی است که در عرصه تربیت دینی وجود داره. ما در واقع احساس میکنیم امروزه تمام کسانی که دستن در کار تربیت به نحوی هستند احساس میکنند که بحرانی میتوان گفت که در تربیت دینی در حال وقوع هست. یعنی به این معنا که تلاش هایی که در تربیت دینی انجام میشه به نظر میرسه که به خوبی به نتیجه نمیرسه و یا آنچه که ما به عنوان کار تربیتی گمان میکنیم که ساختیم و به وجود آوردیم اینها در معرض تهدیدها و تخریبها قرار میگیره. به همین دلیله که مربیان به معنای عام کلمه خواه در سطح خانواده و خواه در سطح مدرسه و سطوح دیگر نگرانی به وجود اومده و اون این هست که آیا تربیت دینی ما راه درستی رو طی میکنه، چرا متزلزل میشه، چرا تخریب میشه. اینا همه نگرانی هایی رو در فضای تعلیم و تربیت ایجاد کرده. مسلماً این مسئله و این پدیده یه مقداری در فضای کنونی جامعه و جهان ماست که به این صورت در اومده. البته همیشه تربیت دینی با مسئله و دشواری روبرو بوده، اما اگر بتوان از بحران سخن گفت به این معناست که دشواری ها عمیق و ژرف و دوچندان شده. از این لحاظ میشه گفت که اون چیزی که ما از اون به عنوان بحران در تربیت دینی میخوایم یاد بکنیم به نحوی اساسی با ویژگی دوران ما در ارتباط هست. یعنی ظهور یک زندگی و ظهور یک جهانی که ارتباطات خیلی گسترده در اون وجود داره و افراد میتونن به راحتی با نقاط مختلف دنیا مرتبط بشن و ما امروزه در واقع خانه تربیت دینی رو میخواهیم در یک نقطه‌ای بنا بکنیم که اون نقطه شدیداً در معرض این طوفان‌ها و تزلزل‌ها قرار داره و اگر ترکی و یا ریزشی مشاهده بکنیم طبیعتاً به مقدار زیادی وابسته به سستی اون ساختمانه. این ساختمان رو باید ریشه‌یابی کرد که سستی‌هاش از کجا ناشی میشه و ما چگونه میتونیم اونها رو برطرف بکنیم. پس به این ترتیب است که شروع بحث ما از اینجاست که ببینیم بدفهمی‌ها در تربیت دینی چیست. یعنی مربیان و دستاندرکاران چه تصوری از تربیت دینی دارند. اگر در اون تصور و در اون اصول و شیوه هایی که به کار گرفته میشه سستی مطرح باشه اونها رو میخوایم پیدا بکنیم و همین سستی ها هست که منجر به ریزش ها و به اصطلاح شکست ها میشه. اولا ببینیم که چه مفهومی از تربیت دینی ما ممکن است در ذهن داشته باشیم. آیا میتونیم بگیم که تربیت دینی یعنی ایجاد تغییرات مطلوب دینی در افراد؟ یعنی به این معنا که ما فکر بکنیم که اگر رفتار افراد اونطوری که ما میخواهیم در فضای دینی عوض بشه، مثلا عبادتاشون رو به جا بیارن یا آداب دینی رو انجام بدن و یا حتی بالاتر از اون رفتارها اگر که اون افکاری رو که ما میگیم پیدا بکنند، مثلا اعتقاداتی رو که در دین مطرح هست اونها رو به اصطلاح داشته باشن، آیا ما میتونیم بگیم که تربیت دینی رخ داده؟ یعنی ایجاد تغییرات مطلوب، حالا چه در رفتار و چه در اعتقادات. آیا این میتونه تصور مناسب و کاملی از تربیت دینی باشه؟ شاید خیلی از مربیان رو این مسئله قانع بکنه. یعنی اگر موفق بشن که اعتقادات دینی رو منتقل بکنن به افراد و اونا به اصطلاح قبول داشته باشن که خدا هست، خدا یکیست، نمیدونم معاد هست و چه و چه، و از اون طرف هم عبادات و احکام و اینها رو انجام بدن، شاید به نظر یک مربی برسه که خب خوبه، این در واقع تربیت دینی است که اتفاق افتاده. اما نه، باید پرسید که
چگونگی به وجود آمدن این تغییرات آیا اهمیت داره یا نه. به عبارت دیگه روش‌ها و شیوه‌های ایجاد این دگرگونی هم مهم هست یا نه. اگر ما به این روش‌ها توجه نداشته باشیم و فقط خود اون نتیجه رو، یعنی بگیم که آیا این رفتارها داره انجام میشه، آیا این اعتقادات در ذهن فرد هست، بدون اینکه ما به اصطلاح نگران یا متوجه به این مسئله باشیم که چگونه اینها میخوان ایجاد بشن. اگر ما روش‌ها رو، یعنی توجه روشی به این تغییرات و این دگرگونی‌ها نداشته باشیم، این خودش منشأ یک سلسله از اون سستی‌هایی است که در تربیت دینی میتونه اتفاق بیفته. چرا روش مهمه؟ برای اینکه یه ارتباط عمیقی بین روش و نتیجه است. یعنی این روش‌های ساختن یک ساختمان است که استحکام اون ساختمان رو مشخص میکنه. به صرف اینکه ما بگیم که یه چنین ساختمانی بنا شد بدون توجه به اینکه چگونه ساخته شده، این نمیتونه مشکلات رو از ما دور بکنه. پس بنابراین اگر در ذهن مربی ما این است که من میخواهم تربیت دینی بکنم فقط به این معنا که میخواهم رفتارها رو عوض کنم و حتی ذهنیات رو، اعتقادات رو عوض کنم، اما بدون این دغدغه که خب چگونه و با چه شیوه‌ای و با چه روشی. خب ما از همین زاویه می‌خواهیم که اون بدفهمی‌های مربوط به تربیت دینی رو شناسایی بکنیم. به نظر میرسه که 3 دشواری ما در جنبه‌های روشی داریم. 3 جور چگونگی در تربیت دینی اگر وجود داشته باشه، این منجر به سستی‌ها در اون ساختمانی خواهد شد که به فکر بنا کردنش هستیم. یکی از اونها روش عادت و عادت دادن. شما میتونید اون تغییراتی رو که گفتیم میخواید در رفتار افراد یا در حتی اعتقادات افراد ایجاد بکنید، این رو به روش عادت ایجاد بکنید. ولی روش عادت میتونه با همه البته قوت‌هایی که داره، ولی وقتی که ما اون رو لازم و کافی ندونیم، در اون صورت میتونه منشأ پاره‌ای از اختلالات باشه. اولا ببینیم عادت یعنی چی. عادت در واقع یک شیوهی هست که ما در اونجا از طریق تکرار یک چیزی به نتیجه میرسیم. یعنی مبنای عادت تکراره. حالا یا این تکرار میتونه در رفتار مورد نظر باشه. اگر یک حرکت رو، یک رفتار رو فردی مکرراً انجام بده، 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار، این شکل و شمایلی میده به اصطلاح اندامهای فرد، اعصاب فرد و منش فرد و بعد تثبیت میشه. در نتیجه اون کار دیگه خیلی با سهولت انجام میشه در اثر تکرار. این میتونه هم در رفتار باشه و میتونه حتی در اندیشه باشه. بعضی وقتا ما اندیشه هامون هم عادتن، یعنی یه چیزی گفته میشه بعد هی تکرار میشه و ما عادت میکنیم بهش. مثلا در تبلیغات هم اگه دقت کرده باشید این روش وجود داره دیگه. تبلیغات اساسش تکراره. یعنی میان یه چیزی رو مینویسند رو در و دیوار و ما این رو 1 بار میبینیم، بعد 2 بار میبینیم، 10 بار میبینیم، هر جایی برخورد میکنیم، این انگار نشست میکنه یا تثبیت میشه در ما و برای ما یه باور ایجاد میکنه که مثلا فلان کالا خوب است یا فلان کالا چنین است. پس بنابراین عادت به عنوان یک شیوهی که بر اساس تکرار استوار شده میتونه در رفتارهای ما و در حتی اندیشه های ما تأثیر داشته باشه و ما اگر تربیت دینی بخواد مثلا با این شیوه انجام بشه، معنیش این خواهد بود که ما بچه ها رو این زمینه رو فراهم بیاریم که یه کاری رو تکرار کنن. مثلا فرض کنیم نماز رو ما میتونیم به اینها زمینه سازی بکنیم که تکرار بکنن از همون سنین پایین، 1 بار 2 بار این تکرار بشه. تکرار شد فرد عادت میکنه. عادت هم البته قدرتمنده، قدرتش هم زیاده. و یا از اون طرف ما میتونیم یه سری مطالبی رو بگیم و تکرار بکنیم و اونها هی بشنون و بعد
بپذیرند و باز عادات فکری براشون ایجاد شده باشه. خب مسلماً عادت یعنی تکرار یک کار و فعالیت یا به اصطلاح فکر نمیشه بیرونش کرد کلاً از عرصه تربیت. یعنی تکرار یکی از ضرورت‌هایی است که در کارهای تربیتی پیش میاد. اما اگر ما این رو به عنوان اساس تلقی بکنیم و فکر بکنیم که ستون فقرات تربیت ما یا تربیت دینی ما بر عادت قرار داره، اینجاست که مشکل به ظهور میرسه. چرا؟ برای اینکه همونطوری که عادت قدرت داره، از اون طرف اندیشه هم قدرت داره، معنا هم قدرت داره. یعنی این دوتا میتونن با هم نبرد بکنن. کسی که مثلا سالیان سال یه جوری زندگی کرده، یه کارهای انجام داده و عادت کرده، یا سالیان سال یه چیزی رو شنیده، همینطوری تکرار شنیده و بعد قبول کرده، مسلما این قدرت خودشو داره به این معنا که تثبیت شده. اما یه چیز دیگه هم وجود داره به نام معنای رفتارها، معنای به اصطلاح اون فکرها و باورهایی که ما داریم. این هم قدرت عجیبی داره. اون لحظه‌ای که مثلا یک آدمی که به یه سبک خاصی سالیان سال زندگی کرده با این سوال مواجه بشه که چه معنی داره این کارهای من، یا چه معنی داره این فکر من و این اندیشه من، اگر این معنا برای فرد روشن نباشه، اونجاست که این ساختمان با همه قدرت و استحکامش میتونه متزلزل بشه. مثلا فرض کنید وقتی که یک انسانی از کل اون فعالیت‌هاش سوال میکنه که برای چی من این کارا رو میکنم، میتونه یک احساس پوچی خیلی قدرتمندی در انسان ایجاد بکنه، به طوری که تمام زندگیشو تعطیل بکنه. مثلا آدمایی که خودکشی میکنن، اینا در واقع یه خط بطلانی میکشن بر کل زندگیشون، بر کل فعالیتایی که کردن، بر کل تلاشایی که کردن. اون چه چیزی است که این قدرت رو ایجاد میکنه که میتونه فرد اینطوری خط بطلان بکشه بر همه کارها و کردارها و فکرهایی که داشته؟ اون هم مسئله معناست. لحظه‌ای که انسان احساس بکنه که در فعالیتاش معنایی وجود نداره، حرکاتش بی معناست و منطقی نداره، یا اینکه فکرش قابل دفاع نیست. درسته که من ممکنه سالیان سال اینطوری فکر می‌کردم، ولی الان با این سوال مواجه شدم که چه معنایی برای این اندیشه و چه منطقی برای این اندیشه میتونه وجود داشته باشه. این مسئله اگه روشن نشه، اونجاست که عادت‌ها با همه تواناییشون ناتوان میشن. یکی از علل بروز اختلال در تربیت دینی این است که ما با روش عادت اون رو بنا می‌کنیم و روزی که فرزند ما یا دانش آموز ما یه مقدار بزرگتر میشه و میتونه از منطق زندگی و از منطق حرکات و از منطق اندیشه ها سوال بکنه یا باش مواجه بشه، اونجاست که یک نبرد درونی در فرد به وجود میاد و گمان نکنیم که قدرت عادت بیشتر از قدرت اندیشه است. چرا؟ البته میشه در واقع برای هر کدوم از اینها جداگانه یه قدرت ویژه‌ای رو تعریف کرد، اما این نبرد یه طوری هست که گاهی به نفع عادت تموم میشه و گاهی به نفع منطق و معنا تموم میشه و تضمینی نیست. حالا باید ببینیم که در چه شرایطی و در چه موقعیتی فرد واقع میشه. اما به هر صورت یکی از وجوه و اون عواملی که موجب میشه که ریزشی در ساختمان فکری و به اصطلاح رفتاری یک فرد به وجود بیاد، همین مواجه شدن با معناست. امروزه با فضایی که گفتیم ایجاد شده در جهان، فضای ارتباطی، خب بسیاری از فکرها و اندیشه ها رد و بدل میشه. یعنی فرد در معرض پرسش ها از همه جوانب قرار داره. اینجاست که اون مسئله معنا تشدید میشه. یعنی وقتی که از جهات مختلف منطق رفتار دینی یا منطق اندیشه دینی مورد سوال قرار بگیره و فرد این منطق رو پیدا نکنه یا پیدا نکرده باشه در طول کار تربیتی که باش شده،
در اون صورتی که به راحتی میشه تصور کرد که این امواج قدرتمند معنا در برخورد حتی با صخره‌های عادات میتونن این صخره‌ها رو رفته رفته متزلزل بکنن و در هم بشکنن. و این یکی از عوامل بحران در تربیت دینی است که ما امروز باش مواجه هستیم و بیشتر نمایانگر این هست که ما اشتباه میکنیم اگر تربیت دینیمون بر اساس صرفاً عادت دادن باشه. این عادت ممکنه مربی رو راضی بکنه که بله خب خوبه اوضاع برای اینکه این رفتارها ما ببینیم داره عوض میشه، اما این بنیان‌ها هست که میتونه مشخص بکنه که چقدر این بنا میتونه استوار باشه. خب این پس یکی از اون رگه های به اصطلاح سستی و تزلزل است که صحبت کردیم به عنوان عادت و عادت دادن. شیوه دوم همون دغدغه روشی که ما اشاره کردیم در تربیت دینی مهمه. شیوه دوم تلقینه. تلقین هم میتونه به عنوان شیوهی باشه که نتیجه ها رو تحت تاثیر قرار میده. همونجور که گفتم روش در نتیجه تأثیر داره. اینکه شما چگونه بنا کنید یک ساختمان رو تأثیر داره در استحکام اون. یکی از اون شیوه های ضعیف و سستی آفرین روش تلقین هست. تلقین یعنی چی؟ تلقین یعنی اینکه در ارتباط دو تا انسان آنچه که داره گفته میشه، آنچه که داره بیان میشه، پشتوانش فقط این اختلاف فازی باشه که بین این دوتا آدم وجود داره، اعتباری باشه که اون آدم در نزد دیگری داره. خب ما یه چنین فاصله هایی رو داریم در روابط بشری. یعنی مثلا بچه ها نسبت به والدینشون، یه بچه کوچک نسبت به مادرش این حالت رو داره، مادر و فرزند در یک اختلاف فاز قرار دارن. مادر به اصطلاح حجیت داره، مادر اعتبار داره، پدر اعتبار داره برای فرزند. در نتیجه وقتی که یه صحبتی رو پدر یا مادر مطرح میکنه، همین که او مطرح میکنه اعتبار داره، صرف نظر از این که ما مثلا وارسی بکنیم ببینیم که آیا مثلا با یه معیاری میخواند یا نمیخواند. نه، در تلقین فقط همون اختلاف فاز کار میکنه و لذا به محض اینکه بچه متوجه میشه که مادرش یه چیزی داره میگه، اونو قبول میکنه، یا پدرش چیزی میگه اون رو میپذیره در یه سنین خاصی. بعد ممکنه ما همین رابطه رو در جاهای دیگه هم ببینیم. مثلا بین دانش آموز و معلم هم همچین چیزی هست. معلم وقتی که سر کلاس ایستاده در جایگاه معلمی و دانش آموز در جایگاه دانش آموزی، دوباره اون اختلافات اتفاق افتاده و این موجب سرریز شدن و فرود آمدن اون به اصطلاح حرف‌ها و اندیشه‌ها میشه به سمت قطب دوم که شاگرد یا به اصطلاح متربی هست. و دوباره اینجا شما میبینید که یک دانش آموز هم چون برای معلمش حجیت قائله، هر چی که معلم میگه او میپذیره به اعتبار همین که این معلمه. و این مسئله میتونه ادامه داشته باشه در سنین بالاتر هم. ممکنه یه آدمی در سن به اصطلاح نوجوانی یا حتی جوانی قرار داشته باشه، باز مثلا فرض کنیم که یک سخنرانی، یه خطیبی داره برای او صحبت میکنه، ولی این صحبت بازم ممکنه اختلاف فاز به وجود بیاره و مثلا بگیم یک آدم مهمی داره صحبت میکنه، ما به حرفاش گوش میدیم و اونجا باز اون حجیت اتفاق میفته. هرگاه که ما سخنی رو بپذیریم فقط به اعتبار این اختلاف فاز، اینو بهش میگیم تلقین یا تلقین پذیری. حالا از سمت معلم میشه تلقین کردن، از سمت دانش آموز هم میشه تلقین پذیری. در اینجا در واقع عنصر شخصیت خیلی نقش بازی میکنه. یعنی یک عنصر به اصطلاح ارتباطی و عاطفی بیشتر مطرحه. یعنی شخصیت مادر در نظر بچه، شخصیت معلم در نظر دانش آموز، شخصیت یک سخنران و خطیب در نظر مستمع ها. این است که اون اهرم به اصطلاح منطق رو، اهرم تلقین رو ما در این عنصر شخصیتی جستجو میکنیم. البته باز همونطور که راجع به عادت گفتیم که عادت در تربیت بودنش اجتناب ناپذیره
اما اگه ما صرفاً اون رو محدود کنیم به عادت مشکل‌زا خواهد بود. در تلقین هم همینطوره. تلقین هم یه پدیده بشریه، یعنی در روابط بشری تلقین وجود داره و بعضی وقتا هم جنبه مثبت یا قابل قبولی میتونه داشته باشه. مثل موقعی که شما یک آدم رو به اعتبار مثلا آثارش، آثار و نوشته‌هاش رو خوندید و بعد یه اعتباری برای شما پیدا میکنه، بعد به اعتبار اون شما بعضی از حرفای دیگرش رو هم میپذیرید، حتی اگه برای شما مدلل و روشن هم نباشه. خب این هم یه پدیده بشریه و وجود داره و اجتناب ناپذیر هم هست تا حدی. منتها هنگام این تلقین به مسئله تبدیل میشه که ما اون رو بخوایم عمده بکنیم، یعنی بگیم که حالا دیگه اصلا اساس بذاریم بر این که سعی بکنیم افراد رو طوری تحت تاثیر شخصیت خودمون قرار بدیم که اونها با ما ارتباط تلقینی برقرار بشه و بعد از این طریق تأثیر بگذاریم و این بشه اساس تربیت. حتی ممکنه اون مثالی که الان من گفتم اینجا با صادقم نباشه. اون موقعی که شما آثار یک نویسنده رو میخونید و فکر میکنید و میفهمید و بعد به خاطر این فهمی که پیدا کردید اعتباری به اون نویسنده قائل میشید، این خوبه. اما اگه ما اینو حذف کنیم و صرفاً اون جایگاه بخواد تعیین کننده باشه، مثلا معلمی که پشت میز معلمیش نشسته، هر کسی از راه برسه اونجا بنشینه معلم باشه، بچه‌ها خود به خود در مقابل این معلم یه نوع کرنشی خواهند داشت و آیا این کافی خواهد بود؟ اینجاست که اگه تلقین بخواد به عنوان استراتژی در بیاد، به عنوان اساس در بیاد در تربیت دینی، باز هم مشکل‌زا خواهد بود. چرا؟ و کی؟ هنگامی که این فرد با یک شخصیت قوی‌تری روبرو بشه. یعنی اگر ما مادر مثلا رو بچه تأثیر داره به خاطر اینکه این بچه تازه متولد شده و فعلا این مادر رو در مقابل خودش میبینه برای اولین بار، به عنوان اولین مرجع قدرت داره میبینه، ولی فردا یه کمی که محیطش بزرگتر شد و در کوچه و محلش گردید و چرخید و اینها، یا مثلا رفت مدرسه و دید نه اینجا مثلا یه معلمی هست که اونم مرجع قدرته و بعد تو مقایسه دید که معلم از مادر چیه؟ قوی‌تره. بعد اینجا میبینیم که شورش میکنه علیه مادر. وقتی که شما ببینید که دانش آموزان میان و حرفای معلم رو علیه مادر استفاده میکنن برای اینکه اون حجیت مادر رو برن زیر سوال، و همین اتفاق میتونه با معلم هم بیفته. یعنی اگه دوباره محیط ارتباطی این فرد وسیع‌تر بشه و بره مثلا یک شخصیت دیگه ای رو ببینه و باز اونجا اون فضای شخصیتی تأثیر بگذاره، این دفعه با معلم چالش خواهد کرد. پس بنابراین مشکل روش تلقین اینه که چون اون حرفایی رو که ما میپذیریم نه به خاطر استدلالی بودن خود اون حرفا و نه به خاطر منطق خود اون حرفا، فقط به اعتبار اینکه این کس میگوید، به خاطر اون اقتداری که داره. خب اگر فقط معیار اینجا اقتدار باشه، با اقتدار بیشتر این اقتدار کمتر کنار خواهد رفت و به این ترتیب فرو میریزه. خب حالا در یک دنیای باز مثل روزگار ما، نه در یک دنیای بسته که ما میتونیم فرد رو محدود کنیم به چهره‌ای که خودمون هستیم، در دنیای بازی که فرد میتونه افراد مختلف رو ببینه، شخصیت‌های متفاوت در معرض دیدش هست با قدرت‌های مختلف و توان‌های مختلف، اینجاست که با ضعف روش تلقین آشکار خواهد شد. بر این اساس است که اگر کسی در تربیت دینی فقط به اعتبار شخصیت اون فردی که میگوید بخواد کار تربیت دینی رو پیش ببره، اولا خودش رو در معرض یک لغزش و ریزش قرار داده، چون بسته به این که شرایط جدیدی به وجود بیاد و قدرت شگفتری و چشمگیرتری پیدا بشه، دیگه اعتباری بر اون مسئله نخواهد بود. پس بنابراین ما نباید اون لحظه‌ای که در جایگاه اقتدار قرار داریم فریب اون جایگاه رو بخوریم و فریب اون مقطع رو بخوریم و بگیم که خب الان که من دارم اثر میگذارم، پس بنابراین از این اثر استفاده بکنم.
باید ببینیم که میزان استحکام این مسئله چگونه است. در پاره‌ای از مطالبی که در متون دینی هست هم اشاره به این شده که این روش خوبی نیست. مثلا در یک حدیثی نقل شده که من دخل فی الدین بالرجال اخرجه منه الرجال. هر کس به خاطر شخصیت هایی، حالا رجال رو اگر ما به معنای عامش بگیریم که حالا امروزه در جامعه ما هم یه بحثی راجع به رجال شده بود که آیا منظور مردان هستن یا نه، به طور کلی شخصیت ها، معنای دوم اگه در نظر بگیریم، عامتر بگیریم، معنیش این میشه که هر آدم برجسته‌ای کلا بهش بگیم رجل. حالا درسته که این تو فضای خیلی مرد سالارانه این کلمه ساخته شده، اما به هر حال مقصود امروزه دیگه این کلمه بیانگر صرفاً جنسیتی نداره. هر شخصیت برجسته رو مثلا میگیم رجل سیاسی یا رجال سیاسی، این مقصود مطرحه. پس اگه این معنای عامو در نظر بگیریم، معنیش اینه که هر کس به خاطر شخصیت‌های برجسته وارد دین بشه، به خاطر شخصیت‌های برجسته هم از این خارج خواهد شد. من دخل فی الدین بالرجال اخرجه منه الرجال. چون اینجا معیار همون معیار شخصیته. من امروز تحت تاثیر این شخصیتم، فردا شخصیت قوی‌تری پیدا میشه، تحت تاثیر اون قرار میگیرم و اون میتونه منو نسبت شخصیت قبلی بی‌اعتبار کنه و به همین ترتیب پیش بریم. بنابراین تلقین یک روشی است که کارآمدیش فقط در محیط‌های بسته میتونه اتفاق بیفته. بله، شما اگه در رو بستید و فقط خودتون و اون شخصیت در ارتباط بودید، اونجا اون تأثیر گذاشته میشه. اما در محیط‌های باز، در جهان‌های گسترده، چنین موفقیتی ایجاد نمیشه و شخصیت در دنیا زیاد، بالای هر دستی به قول معروف دستی هست و شما چگونه میخواهید که تضمین بکنید تأثیر شخصیت خودتون رو تا همیشه؟ خب و اما روش سوم، اون تزلزل سومی که میتونه اتفاق بیفته در تربیت دینی، این روش تحمیله. یعنی با الزام‌های شدید بیرونی ما سعی بکنیم که افراد رو وابداریم که یا به گونه خاصی رفتار کنند یا حتی به گونه خاصی فکر بکنند. این هم یک شیوه است که استفاده میشه، حالا حتی در محیط‌های تربیتی هم استفاده میشه. بعضی‌ها معتقدند که ما میتونیم با فشار آوردن آدم‌ها رو عوض کنیم، هم رفتاراشون رو عوض کنیم و هم اندیشه‌شون رو عوض بکنیم. این حالا در سطح وسیع اجتماعی هم به کار میره. زور، کلاً زور یک مسئله، یک شیوه مهمی رو تشکیل میده برای بعضی‌ها. معتقدن که با این خیلی کارا میشه کرد. ما میتونیم با اعمال فشار و با اعمال زور تغییرات مطلوب رو ایجاد کنیم. در محیط‌های تربیتی هم این باور میتونه وجود داشته باشه. یعنی پدری، مادری، مربی بیاد و از فشار آوردن استفاده بکنه و بگه که باید این کار رو انجام بدی، باید نماز بخونی، اگه من نبینم که نماز میخونی چنین و چنان خواهد شد. تهدیدها و مثلا مسائلی که، یا باید اینجوری باور داشته باشی، اینو نباید بگی، اونو نباید بگی، اینو باید بگی. وقتی که مثلا ممکنه فرد سوال بکنه که فرض کنیم که از کجا معلوم خدا هست، ما اینجا بگیم نه این حرفا رو نباید بزنیم، اون حرفا رو باید بزنیم. تو فضای تهدید و فشار بخوایم فرد رو قرار بدیم. و خب چرا مربی‌ها به این روش اعتماد میکنند؟ برای اینکه این روش گاهی عمل میکنه و به صورت میانبر هم عمل میکنه. همین که گاهی عمل میکنه ما رو فریب میده و همین که میانبر و سریع عمل میکنه بازم ما رو فریب میده. ما اگه در یه مورد ببینیم که فشار آوردن نتیجه میده، بعد اینو در موارد دیگه هم استفاده میکنیم. و حالا تو محیط تربیتی این اتفاق میتونه به خوبی بیفته. چرا؟ چون که بچه‌ها ضعیفن. بچه‌هایی که ما ابتداءً در دامن خانوادهمون قرار دادیم اینا ضعیفن، هم به لحاظ جسمی ضعیفن، هم به لحاظ
قدرت ضعیفن، بنابراین زور ما میچربه. هم صدای ما کلوفتر از صدای بچه است و هم اینکه بدنمون بزرگتره و همین که زورمون بیشتره. اینا همه رو شما در نظر بگیرید، کاملا مشخصه که این بچه طفلکی در برابر یک نیروی قاهره قرار گرفته که از همه جهت، جسمی، نمیدونم صوتی، تصویری، همه چی، این قدرتش بیشتره. و خب در یه مواقعی هم ما این قدرتمون رو عمل میکنیم بعد میبینیم که چقدر زود نتیجه میده. پس اینکه گاهی و به سرعت ما میبینیم که این الزام ها نتیجه بخش هستن، این مربی رو فریب میده. از این به بعد دیگه همیشه سعی میکنه از این روش استفاده بکنه، چون میانبره. به جای اینکه ما مثلا بخوایم بشینیم توضیح بدیم به کسی که چرا و چگونه و برای چه، فقط با یه فریاد کار حل میشه یا با یه تهدید کار حل میشه. پس بنابراین کم کم مربی اینجا از این روش خیلی سهل الوصول بسیار فریب میخوره و هی از این اهرام استفاده میکنه و ما مرتب سعی میکنیم که فرد تحت فشار قرار بدیم. اما یه چیز عجیبی تو انسان ها هست که از اون نباید غافل شد. همین انسان ضعیف که در برابر زور تسلیم میشه، یه رویه دیگری هم داره که واقعا قوی ترین قدرت هاست. اینو انسان ها نشون دادن در تاریخ بشر که قوی ترین قدرت های حاکمه اگر فشار بیارن بر این انسان تسلیم نمیشه تا مرز نابودی، یعنی مرگ رو میپذیره و تسلیم نمیشه. این پدیده عجیب که نشان دهنده یک ظرفیت شگرفی در انسان ها هست، باید مربی های ساده‌لوح رو بیدار بکنه و بدونن که انسان گاهی ممکنه تسلیم زور بشه، ولی در یه شرایطی، در یه موقعیت‌هایی، به ویژه هنگامی که خودش هم قوی‌تر بشه، هنگامی که اون ضعف‌هاش بره کنار، حالا ضعف جسمی، ضعف به اصطلاح بدنی و ضعف فکری، اینا وقتی که بره کنار و فرد قوی بشه، اون موقع است که زمان هماوردی شروع میشه. و همه پدر مادرها دیدن وقتی که بچهشون بزرگتر شد و زور بازوی یا قد و قامتی پیدا کرد، اون موقع به راحتی نیستن در مقابل اون زور فیزیکی و یا زور متافیزیکی، یعنی اون زور فکری که ما می‌خوایم به اصطلاح بیاریم، در مقابل اونم نیستن، چون که کم کم میفهمن و سوال میکنن و تردید میکنن. و به این ترتیب این شمشیر تهدید و ارعاب و الزام یه شمشیر واقعا چوبیه. تا زمانی که شما در دست حریفتون چیزی نباشه، با این شمشیر چوبی میشه کار کرد. ولی روزی که او شمشیر پولادین رو به دست بیاره، این شمشیر چوبی به سرعت میشکنه و از بین میره. خب پس بنابراین به واقع روش تحمیل روشی است مقطعی و کوتاه مدت، اما در بلند مدت این روش نشون خواهد داد که اون نتیجه‌ای که ما با این روش می‌خوایم بهش برسیم نتیجه سست و ناپایداری هست. این مسئله واقعی قضیه بود. اما از منظر دینی هم به داستان نگاه بکنیم، اتفاقاً خود دین هم طوری هست که این روش رو تایید نمی‌کنه. یعنی ذات دین طوری هست که این روش رو بر نمیتابه. چرا؟ به این دلیل که دینداری یک امر درونیه، نه یک امر بیرونی. دینداری یک باور درونی است، در صورتی که الزام و تحمیل منطقش بیرونیه، با فشار بیرونی میخواد کار بکنه و اینا با هم جور در نمیان. وقتی که در خود قرآن اشاره شده به این مسئله که لا اکراه فی الدین، یعنی این که اصلا دین یه چیزی، یه جنسی داره که تو این جنس اکراه نمیتونه وجود داشته باشه، چون یه تحول باطنیه. تحول باطنی رو نمیتوان با فشار بیرونی ایجاد کرد. شما نمیتونید با شمشیر ایمان به وجود بیارید. پذیرش ممکنه به وجود بیارید، یعنی تسلیم یعنی تسلیم به زور. غیر از اون تسلیمی است که در دین ممکنه مطرح شده باشه. شاید شما شنیده باشید که الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم شدن. ولی آیا
این چه جور تسلیم شدنی است؟ مثل تسلیم شدن آدم کمزور به آدم پرزوره؟ نه، بلکه این تسلیم اگر هم تسلیمی، یک تسلیم درونی و باطنی است. ما چند جور تسلیم داریم. یه تسلیم به دشمن داریم یا به یک آدم زورگو. وقتی که ما در برابر یک آدم زورگو تسلیم میشیم، این معنیش باور درونی نیست، این فقط یک ارتباط ظاهره، ظاهر با ظاهره، چون من دیگه زورم نمیرسه دیگه توقف میکنم. آیا انسان قراره که به خدا اینجوری تسلیم بشه؟ یعنی در برابر یک نیروی قدرتمند دستاشو ببره بالا؟ نه، بلکه اون تسلیمی که اینجا مورد نظره یه تسلیم باطنی و منطقی است. همونطوری که شما مثلا وقتی که متوجه میشید که به عنوان مثال این ماده غذایی به شما آسیب میزنه، بعد چون سلامتیتون رو میخواهید شما طبق اون فرمول عمل میکنید. اگر اینقدر نمک زیاده پس بنابراین ما میایم پایین‌تر، همون مقداری که برنامه گفته. اینجا فرد تسلیم برنامه میشه، یعنی میگه که من دقیقاً برنامه رو اجرا میکنم، اینقدر نمک، اینقدر شکر، اینقدر نمیدونم چی و چی، تا اینکه بتونم به اون چیزی مطلوبی که دارم برسم. الان اینجا فرد تسلیم یک برنامه شده، اما تسلیم او متفاوته با تسلیم به دشمن یا تسلیم به زورگوست، چون اینجا فرد اون منطق رو خودش پذیرفته و خودش داره رعایت میکنه. اگر که گفته شده که الاسلام هو تسلیم، تسلیم در برابر خداوند نه تسلیم از نوع زوره، تسلیم عقلانی است. همون جوری که آدم عاقل وقتی که یک منطقی رو جای تشخیص داد از اون تبعیت میکنه. شما اگر الان بدونید و بفهمید که مثلا برای بیرون رفتن از این ساختمون باید از اون در رفت نه از این دیوار، اون موقع تسلیم همین ساختار میشید، از در میرید بیرون، نمیرید هی به دیوار بکوبید و بکوبید و بکوبید تا اینکه از اونجا خارج بشید. این تسلیم شدگی یه تسلیم شدگی عقلانیه، یعنی با عقلانی بودن قابل جمعه. و یا تسلیم شدگی عاشقانه، اونجور هم ما دیدیم یه آدمی هم که به کسی عشق می‌ورزه به او تسلیم میشه، هر چی که او بگه قبول میکنه. پس بنابراین گونه‌های مختلفی از تسلیم وجود داره، اما اون گونه‌ای که در روش تحمیل و روش به اصطلاح فشار وجود داره، اون نوع تسلیم غیر عقلانی و تسلیم غیر به اصطلاح عاطفی، بلکه تسلیم بر اساس موازنه قدرته. وقتی که اونجا زور بیشتره اینجا زور کمتره ما تسلیم میشیم. این تسلیم بر اساس موازنه قدرت تسلیمی نیست که در دین مورد نظر باشه. بنابراین وقتی که گفته شده که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این تکمله آیه چی میگه؟ میگه که با توجه به این که به اصطلاح گمراهی و هدایت به وضوح از هم قابل تشخیصن. قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی هدایت و غی یعنی گمراهی. وقتی که هدایت و گمراهی به وضوح از هم قابل تمیزند، چه جای اکراه است و چه جای اجبار است؟ یعنی شما به عبارتی دیگه باید کوشش در اون تبیین بکنید. اگر کوشش در تبیین بکنید کار تمومه. شما نشون بدید که در کجاست و دیوار کجاست. اون کسی که میخواد از این ساختمون بره بیرون، وقتی که فهمید اینجا دیواره و اونجا دره، خودش از در بیرون خواهد رفت و دیگه لزومی نداره که ما رو به سمت در هل بدیم و بگیم که تو از اینجا باید بری. پس به این ترتیب روش تحمیل و اعمال فشار یه فریبی بیش نیست و مربیان نباید تنبلی بکنن و این راه میانه رو یا میانبر رو به خاطر اینکه سهل الوصول هست انتخاب بکنن، به خصوص در مسئله دین. حالا شاید در بعضی از مسائل ممکنه طوری باشن که اینا طبیعتشون با زور و اجبار بتونه یه جور همراهی داشته باشه. مثلا فرض کنید توی یک محیط مدرسه‌ای ما مثال بزنیم، شاید شما در درس ریاضیات مقایسه کنید با مثلا با درس تعلیمات دینی، این دو درس رو با هم مقایسه کنید. در درس ریاضیات ممکنه ما از الزام تا حدی استفاده بکنیم، یعنی شما فرد رو وادار بکنید که باید این تمرینات رو انجام بدید،
تا حدی البته من میخوام بگم، نه اینکه حالا اونجا هم اساس بتونه این باشه، ولی تا همون حدش هم ما در تعلیمات دینی نمیتونیم از الزام استفاده کنیم. یعنی اصلا ماهیت دین و طبیعت دین طوری هست که چون بر یک پذیرش و باور استواره، یک امر درونیه، اینجاست که به همون میزانی هم که ما در جاهای دیگه، درس‌های دیگه، برنامه‌های دیگه میتونیم یک اهرم الزامی داشته باشیم، در مسئله دین اون اهرم الزامی رو نمیتونیم داشته باشیم و اینجا باید اون بعد حرکت درونی بیشتر و برجسته‌تر هم باشه. البته الزام‌های ملایم و جانبی در مقابل الزام‌های محوری و شدید، اینا رو اگه تفکیک کنیم باز یه مقداری بحث ما روشن‌تر خواهد شد. الزام‌های ملایم و الزام‌های جانبی یه جورن، الزام‌های محوری و شدید هم یه جور دیگه هستن. یعنی به این معنا که گاهی اوقات شما اساس کارتون بر الزامه، اینجا میگیم الزام محوری است و بعد شدت هم میطلبه، چون اصل کاره باید زورش زیاد باشه. این اون چیزی است که ما نفیش میکنیم در این بحث. یعنی میخوام بگیم که تربیت دینی نمیتونه با روش الزام به صورت یک الزام محوری و بنابراین شدید همراه باشه. اما اگر الزام ها پیرامونی باشند، جانبی باشند و بنابراین ضعیف و با قدرت کم، این چرا ممکنه از این ما به صورتی بتونیم در تربیت دینی هم استفاده بکنیم. مثلا فرض کنید که وقتی که یک مربی از فرزند خودش یا دانش آموز خودش ممکنه به خاطر حالا رفتار نامناسبی که انجام داده یا حرف نامناسبی که زده، ما مثلا با او یه مقدار سرسنگین بشیم و هم تقریبا باش قهر بکنیم مثلا به خاطر اینکه تو این کارو کردی. این الان خودش یک الزام بیرونیه دیگه. ما الان داریم با یک اهرم الزام بیرونی میخواییم او رو به خاطر علاقه‌ای که به ما داره از این اهرم استفاده کنیم و او رو به این سمتی که مطلوبه برانیم. خب این معقوله، یعنی ما در زندگیمون و در روابط انسانیمون از اینجور الزام‌ها استفاده میکنیم و اما این یک الزام جانبی است، به عنوان یک نیروی پیرامونی ما داریم استفاده میکنیم. این اشکالی نداره، اما مشکل اونجایی است که وقتی بیاد اساس قرار بگیره. یعنی برای دیندار شدن یک انسان اساس اصلی و محور بنیادی باید یه چیز دیگه باشه، فهمیدن و قبول کردن باید باشه. این باید در ستون اصلی ساختمون باشه. ولی حالا ما در کنار اون میتونیم از الزام‌های به اصطلاح ملایم هم استفاده بکنیم. اما اگه اینا جابجا بشن، بگیم که من راه اصلیم برای اینکه فرد دیندار بشه اون فشار آوردن باشه، این اصلا با منطق دین و موقع جور در نمیاد و به همین دلیل است که باید اون رو کنار بگذاریم. خب پس به این ترتیب ما اگه بخوایم بحثمون رو جمع و جور کنیم میتونیم بگیم که سوال اصلی ما این بود که چرا ما در تربیت دینی با بحران مواجه شدیم امروزه؟ چرا مربیان در تربیت دینی احساس دشواری میکنن؟ چرا در یک جامعه دینی مثل جامعه ما در مورد نسل جدید از لحاظ دینی بودن اینقدر نگرانی وجود داره؟ و واقعا هم وجود داره. نسل جدید ما بدجوری نسبت به دینی شدن بدبینند، کندند، نمیپذیرند، مقابله میکنند. اینا رو همه رو نمیشه ما به اصطلاح فقط گردن ضعیف دانش آموز، متربی و اون قطب دوم رو در نظر بگیریم، بگیم که اینا پرخاشگر شدن، اینها بیادب شدن، اینها چنین و چنان شدن، زمانه اینطوری شده. نه، بلکه یکی از ریشه های اساسیش در مربیانه، در برنامه تربیت دینیه، در فهمی است که ما از تربیت دینی داریم. ما میایم تربیت دینی رو تعریف میکنیم به عنوان ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری و فکری صرف نظر از این که با چه شیوه‌ای. ولی همونطور که صحبت کردیم روش بسیار مهمه، نتیجه با روش ارتباط متقابل داره. استحکام نتایج شما به استحکام روشاتون بستگی داره. پس بنابراین ایجاد تغییرات مطلوب کافی نیست، چگونگیش مهمه.
چگونه ما این تغییرات مطلوب رو ایجاد بکنیم یا ایجاد نکنیم. این بود که بحث ما به اینجا کشید که کدام چگونگی ها ضعیفن، کدام روش ها آسیبزا هستن و 3 روش رو مورد بحث قرار دادیم. یکی روش عادت دادن که بر اساس فقط تکرار انجام میشه، عادتهای فکری و عادتهای رفتاری هر دو از طریق تکرار ایجاد میشن، اما این استوار نیست به دلیل اینکه از قدرت معنا و قدرت اندیشه غافله. روزی که قدرت تکرار و عادت با قدرت معنا و قدرت منطق و قدرت اندیشه روبرو بشه، اینجا قدرت معنا غلبه پیدا میکنه و آدم تمام کارهایی رو که ممکنه حتی 10 سال 20 سال انجام داده بی معنی بیابه و بذاره کنار. و امروزه ما یکی از مشکلاتی که داریم ناشی از این روشی است که ما رو راضی میکرده، عادت میدادیم بچه‌ها رو. روش دوم روش تلقین کردنه که از اختلاف فاز شخصیتی استفاده کردن، اختلاف فاز شخصیتی رو اهرم قرار دادن برای اینکه ما اونجا پذیرش ایجاد کنیم. این هم آسیبزاست برای اینکه گفتم شخصیت‌ها در دنیا زیادن و بالای هر دستی وجود داره. ما نمیتونیم فقط به اعتبار شخصیت خودمون فرد رو به قبول بکشانیم، چون در مواجهه با شخصیت دیگری این متزلزل خواهد شد. و مسئله سوم مسئله تحمیل و الزام‌های بیرونی است و از فشار استفاده کردن. اینها هم فقط در یک صورت قابل قبولند و اون صورتی است که الزام‌های ملایم و الزام‌های جانبی باشن و به اعتبار چیز دیگری مهم بشن و اون چیز دیگر ستون